بانک جهانی میگوید سیاست‌های پیشگرفته خدمات علاقه در تاجیکستان باعث رکود این ساحه و مانع جلب سرمایه‌گذاری‌ها و رشد اینترنت شده است. رهبری این نهاد را بیگ صبور یکی از چهره‌های بحث برانگیز بر دوش دارد. این خلاصه کارشناسان بانک جهانی در یک گزارش وسیع درباره اقتصاد تاجیکستان است که چند پیش نشر شد. همکارم عبدالله شوروف با خلاصه‌های گزارش آشنا است و حالا با ما در استودیو قرار دارد و آماده صحبت. عبدالله سلام، خب با چه دلیل کارشناسان بانک جهانی به چنین خلاصه رسیدند؟ سلام شلا. کارشناسان بانک جهانی در تحلیل وضع ساحه مخابرات در تاجیکستان از سالهای 2000 به این جانب به چنین خلاصه رسیدند. در گزارش بانک جهانی گفته می شود ساحه مخابرات در تاجیکستان که در آغاز سالهای 2000 سرچشمه رشد با سرعت و رقابت شفاف بود، حالا رقابت پذیریش را از دست داده است، چون به نوشته مؤلفان در این ساحه برخوردی منفیت ها وجود دارد. برای مثال مؤلفان گزارش نوشتند سالها باز خدمات علاقه نمیگذارد که شرکت ها به سمت چین و افغانستان ناقل های نوری و یا اپتیکی بکشند، چون این گونه خطا می توانست خراجات را کم و سرعت و صفت اینترنت را بهتر کند. بانک جهانی از چند اقدام اخیر خدمات علاقه نیز یادآور شده است که به باور سازمان باعث به رکود یا کرختی این ساحه گشته است، از جمله تأسیس مرکز یگانه کموتاسیونی و وادار کردن شرکت ها برای خرید اینترنت تنها از تاجیک تلکام، محدودیت در فروش سیم کارت ها، منع علاقه انجین، بالا بردن میزان انداز و جاری کردن اکسیس در سال 2013 و تطبیق قاعده های اندازه‌ستانی تنها نسبت به شرکت های علاهیده به گفته بانک جهانی باعث شدند که شرکت ها زیان بینند و از برنامه های سرمایه گذاری خود در تاجیکستان دست بکشند. خب این مسئله روشن شد. عبدالله، خب واکنش مقامات به این گزارش بانک جهانی چی بود؟ شهلا مقامات در تاجیکستان معمولا به این گونه گزارش ها داوطلبانه واکنش نمی کنند، اما در پاسخ به سؤال رادیو آزادی مسئولان خدمات علاقه گفتند گفته های بانک جهانی اساس ندارد و آنها با خلاصه های کارشناسان رضا نیستند. ایلهام جان عطایف، معاون رئیس خدمات علاقه تاجیکستان، خلاصه کارشناسان بانک جهانی را بی اساس نامید. وی به رادیو آزادی گفت با بانک جهانی در دایره طرح دیجیتال کاسا همکاری دارند، ولی نمیداند چون این اطلاع در کدام اساس نشر شده است. ضمناً یک دلیل دیگری بد شدن شرایط سرمایه‌گذاری و تجارت در تاجیکستان را که کارشناسان بانک جهانی به آن تاکید می‌کنند این بوده است که چند شرکت خارجی ترک تاجیکستان کردند. تاکنون شرکت شوئدی تلیا و هلندی ویان سهم‌های خود را در تیسل و بیلاین فروخته تاجیکستان را ترک کردند. شرکت تاجیکی و چینی تکا موبایل ماه مارس 2018 خود را مفلس اعلام کرد. این زمان در تاجیکستان 4 شرکت موبیلی باقی ماندند و ویلان، تیسل، مگافون و زد موبایل. خب در تاجیکستان بسیاری از کاربران از صورت سوست اینترنت و قیمت بلند آن شکایت میکنند. تشکر عبدالله برای صحبت.